حرفت نزن ایمان، زیر حرفت نزن. واسه چی زیر حرف چی؟ تو میبری دخترم میاری؟ واسه آدرس دقیقشو داری؟ آدرس دقیقشو نه، آدرس دقیقشو میدم تو این فرم استخدام می‌نویسن دیگه. ایمان اخراجش می‌کنی؟ از فردا خودم اونجا وای میسم. واسه چی تو باید بیای وایسی؟ من استخدام کنم که این بیاد وایسه. الان چی بگم؟ عشقم همکار خانم گرفتین راحت شدی دیگه نه؟ کیفم کوک خیالم راحت اینجا نشستم به خدا راحت. خوبه به خوش میرسه قشنگ است. عالی تو خوبه نه خوش سلیقه هم هستی. سلیقه من بعد خودش تو این کارو. خونش کجا نزدیکه؟ من اینجا از خیابون کشاورز ساختمون نیکان هست ساختمون بزرگه. ماشین در خوش میاد نه؟ ماشین دیگه نداره. ماشین یه روز من میبرم و یه روز عادل میبرم میرسیم. تو میبرش میاری؟ گفتم یه روز اگر بشه من میبرم. ایمان زیر حرفت نزن. ایمان زیر حرفت نزن. واسه چی زیر حرف چی؟ تو میبری دخترم میاری؟ واسه آدرس دقیقشو داری؟ آدرس دقیقشو نه آدرس دقیقشو میدم تو این فرم استخدام می‌نویسن دیگه. ایمان اخراجش میکنی از فردا خودم اونجا وای میستم. واسه چی تو باید بیای وایسی؟ من استخدام کنم که این بیاد وایسه. الان بهش چی بگم نمیذارم سر کارم بری. بهش بگم چی زنم نمیذاره تو برای چی نمیذاره بیا خونه آنیا داشته باشه من خود از فردا میام اونجا میشینم. این بیاد آنیا داشته باشه خب منم دیگه سر کار نمیام. من چارچشمی اینجا تو رو میفهمم ایمان. الان این بیاد آنیا داشته باشه خب من دیگه سرکار نمیرم منم یکی دیگه خودم استخدام میکنم. کی استخدام میکنه؟ آره میری 60 ساله استخدام بکنی برای من نمیخواد. مگه تو همکار نمیخوای؟ همکار میخوام که حالیش بشه بدون چی به چی نیست. علیکی اینجا واسه من بچه رو بگی برو از تو من خودم اخراجش میکنی. خودم فردا میام اخراج میکنم.